هلو گایز، به چنل اکسسیار خوش اومدید رفقا. عرض ادب و احترام. امروز اومدیم با یه ویدیوی جذاب، فان، پشمیزون و فوق العاده خفن معرفی نو اسکیل ترین ترکیب کلش رویال بی برو برگشت. ترکیبی که با چش بسته میتونید همه حریفاتون رو سه کنید. ترکیبی نیست جز ترکیب گالم اکسیری با متوسط اکسیری 3 و 4، تکامل اسکلت، تکامل خفاش، گالم اکسیری اسکلتون، نایت فیچ، کالکتور، تیر و هیلر. کارت این ترکیب هستن رفقا. این ترکیب رو میخوام بهتون معرفی کنم که با چشاتون رو ببندین، دستاتون رو تخماتون بذارید و گوشی رو خاموش کنید، فقط کارتا رو بریزید و بیاید ببینید سه کردید حریف و بچه. این ترکیب هیچ قلق خاصی نداره، فقط یه ترفند داره. اون ترفند رو بهتون آموزش بدم. قول میدم چشاتون رو ببندید و برید گرند چالش کلاسیک چالش بدون باخت رفقا کامل کنید. این ویدیو رو توصیه میکنم حتما تا آخر ببینید. قرارم بخندید، پشماتون بریزه و لذت ببرید و بریم پرقدرت ویدیو رو شروع کنیم و بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. فقط رفقا قبلش لایک، کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نشه. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، دکمه مشترک شدن رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا محض اینکه ساعت 6 عصر ویدیو گذاشتم متوجه بشید رفقا و بیایید تماشا کنید. بریم رفقا سراغ مچ اول و یه توضیحات کلی رفقا راجع به معرفی این ترکیب بهتون بگم و این ترکیب اصلا باید چطوری باش پلی بدید، چه زدایی داره، زد چه ترکیبایی هست. اولین نکته که بچه میخوام بهتون بگم اینه که این ترکیب به نظر من یه ترکیب اسپارکی من فکر میکنم ضد این ترکیب باشه و ترکیب سایکل مثل ماینر سایکل که پویزن و بوم تاور داره. بقیه ترکیب ها رفقا این ترکیب ضد اون ضد بقیه ترکیب هست و همه ترکیب ها رو میتونه با چش بسته رفقا شما با این ترکیب بزنید. فقط بعد مدیریت اکسی با این ترکیب رو رفقا بلد باشید و بدونید که کی حمله کنید و کی دفاع کنید. الان رفقا دقت کنید، مچ اول با یه دونه حمله رفقا، با یه دونه حمله، فقط با یه حمله یه تاور ازش گرفتم. و یه خاصیت دیگه که این ترکیب داره رفقا اینه که شما قبل وقت قانونی بازی که بخواد مثلا وارد وقت اضافه بشه، نتیجه بازی مشخص میشه که شما برنده میشید یا نه. اگه برنده میشید معمولا 3-0 یا حالا 3-1 یا 3-2 برنده میشید، چون این ترکیب بچه خوراک 3 استار کردنه و اگر ترکیب میخواید که بتونید کرون بالا بگیرید این ترکیب بهتون پیشنهاد میکنم و ترکیبی که خیلی به نظر من ضد کمی داره و راحت شما میتونید با این ترکیب کلاسیک گرند چالش رو بدون باخت بزنید. و اونایی که دنبال کننده چنل من باشن بچه‌ها میدونم من قبلا هم با این ترکیب ویدیو گذاشتم واسهتون و فکر کنم هم گرند چالش گذاشتم هم کلاسیک چالش گذاشتم که بدون باخت با این ترکیب کاملش کردم و بی برو برگشت. بچه‌ها میگن این ترکیب نو اسکیل ترین ترکیب کلش رویال، ترکیبی که نیاز به هیچ مهارتی نداره، فقط کافیه چشاتون رو ببندید و دستا رو تخماتون بذارید و کارتا رو مچ کنید و بازی بیاید بیرون دیگه. خودش خودکار 3 میشه. و فقط تنها نکته‌ای که رفقا این ترکیب لازم داره که باید بهتون بگم و آموزشش بدم اینه نحوه سایکل کردن و نحوه حمله کردن. همین رفقا، همین، هیچ چیز دیگه خاصی نداره. همین رو رعایت کنید. مثل همین الان بچه‌ها با چش بسته شما حریفتون میتونید سیر کنید. و تنها بچه‌ها خیلی نکته مهم راجع به این ترکیب اینه که شما باید دو طرفه کنی حریفو دو طرفه کنی بچه‌ها 3 استار با یه حمله. اصلا شک نکنید. و کارت کلیدی رو فقط توی این ترکیب کارت تکامل اسکلت و تکامل خفاش و کالکتوره بچه‌ها. همین 3 تا کارت کلیدی این ترکیبن. اگر از این 3 تا کارت درست استفاده بکنید بچه‌ها بی برو برگشت بازی رو بردید. حتما رفقا توی 1 دقیقه اول بازی از کالکتور استفاده کنید. کالکتور نقش کلیدی توی این ترکیب رو داره. اگر کالکتور رو استفاده کنید راحت بچه‌ها میتونید توی همون وقت 1 برابر، یعنی تو همون 1 دقیقه اول شما حریف رو دو طرفه کنید و 3 استارش کنید، چون اکسیر 100% کم میاره. و نکته از همه مهمتر اینه که بچه‌ها اول بازی سعی کنید اگر خفاش و اسکل روی دستتون بود سریع سایکل کنید تا تکاملشون بیاد رو دستتون. تکامل که بیاد رو دستتون تمام بچه‌ها بازی رو بردید. و گفتم این ترکیب به نظر من هیچ ضدی نداره. تنها ضدی که به نظر من این ترکیب داره ترکیب اسپارکی هستش و حالا یکم هم ترکیب مثلا الکترو جاینت این ترکیب رو اذیت کنه و یعنی ضدی نداره. تازه اونا رو هم از کالکتور اگه 1 دقیقه اول درست استفاده کنید و سوپرسل اذیتتون نکنه، کارت رو دستتون مچ باشه بچه اونا رو هم میتونید وین کنید و این ترکیب به نظر من بی‌نظیره.
فقط این ترکیب بچه‌ها من برای تاپ لدر پیشنهاد نمی‌کنم این ترکیبو. یعنی این ترکیب به نظر من واسه چالنج‌ها، تورنمنت‌ها، گرند، کلاسیک، گلوبال تورنمنت، واسه این چیزا خوبه. واسه این لدر بچه‌ها زیاد جواب نیست. از حق نگذریم. توی لدر ترکیبای سایکل خیلی زیاده و خب ترکیبای سایکل برای این ترکیب بچه‌ها خورده ضدن. یعنی اون ترکیبایی که بمتابه و پویزن دارن این ترکیب رو خیلی ایزی میتونن بزنن. ولی کم برای میگم تورنمنت ها جی تی و گلاتون این داستان عالیه این ترکیب. خب بچه دقت کنید نکته که بهتون گفتم، کالکتور، از کالکتور استفاده کنید بازی رو بردید. الان این ترکیب خب ضد من بود، الان دیدید دیگه حمله رو چجوری حمله کرد و چجوری دفاع کرد و دیدید که چه دمیجی تا الان خوردم. ولی الان با گذاشتن کالکتور ببینید من الان چطوری این حریف رو بکنم تو قوطی. الان بچه ها وقت دو طرفه کردنه، الان دو طرفه اسکلتا از وسط و تموم دیگه هیچ کار. الان حریف اکسیر بچه ها نداره، هیچ اکسیری الان نداره و ببینید که چطوری ایزی میتونیم این حریف رو به همین راحتی 3 استارش کنیم و تازه هنوز مثلا تکامل والکیری هم دستش و به همین زیبایی و تمام اکسیر کم میاره و 100% همین حمله رو فقط 3 میشه. فقط با این ترکیب بچه دو طرفه کنید، دو طرفه کنید تمومه دیگه. چشا رو ببندید، بازی رو بردید، خیالتون راحته. این هم از مچ دوم با نو اسکیل ترین ترکیب کلش رویال. زیر وقت قانونی حریفاتون رو بچه با چش بسته 3 استار کنید و امیدوارم تا اینجا از گیم پلی این ترکیب لذت برده باشید. این ترکیب رو حتما تست کنید. گفتم بچه ها 3 تا کارت کلیدی این ترکیب، تکامل اسکلت، تکامل خفاش و کارت کالکتور هستش و نحوه دو طرفه کردنش هم فقط به این صورته که شما کالکتور رو که گذاشتی از عقب کارت گالمکسیری رو میذاری، از لاین مخالفش هم کارت اسکلتون کینگ و بلافاصله پشت حالا گالمخی و اسکلتون کینگ بستگی داره حریفت از کدوم داره کارت میریزه، نایت ویچ رو قرار میدی و بلافاصله بچه‌ها سایکل میکنی اسکلتو خفاش رو تا تکامل این دوتا کارت بیاد رو دست. تکامل اومد دو طرفه تموم. به همین راحتی بچه‌ها تنها قلق این ترکیب همینه و بریم که این قلق رو به صورت کامل بهتون آموزش بدم و ببینید که چطوری میتونید شما به همین راحتی که گفتم حریفاتون رو 3 استار کنید. خب بچه نایت ویچ رو از عقب میذاریم و سایکل میکنیم برای 1 دقیقه اول تا کالکتور بیاد روی دستمون. بلافاصله کارت گالم اکسیری الاین مخالف اسکلتون کینگ و فکر کنم بچه ها حریف یا پلی نمیده، فکر کنم ترکیب و دیده جفت کرده به احتمال زیاد و خب بچه ها این که از مچ سوم گفتم احتمالا ترکیب و دید جفت کرد، چون این ترکیب بچه ها واقعا کابوس یه سری از ترکیب هست. یعنی الان مثلا من خودم بالون سایکل ورژن 3.1 بدون مثلا والکری اگه تکامل نایتو بذارم این ترکیب بهم بخوره باید شل کنم، چون دو طرفه کنن هیچ بیجوری نمیشه جلوشو گرفت و اصلا هیچ غلطی نمیشه کرد. بریم رفقا برای مچ بعدی، مچ سوم که حریف شل کرد و بریم برای مچ چهارم. خب نحوه بچه دو طرفه کردن رو بهتون گفتم چطوری باید دو طرفه کنید. سری بچه اینجا یه ضد حمله میزنیم. 7 تا اکسیر حریف خالی کرده، یعنی الان 3 تا، الان 4 تا اکسیر بیشتر دستش نداره. 2 تا اکسیر خفاش به دار رفت، 3 تا اکسیر هم از تورنادو و الان خالیه. حالا وقت زدن ابیلیتی اسکلتون کینگ و یه تاور رو رفقا با همین سایکل کردن و مدیریت اکسیر از حریف گرفتیم. به همین راحتی رو فقط گفتم یه خورده شاید ترکیب الکتروژاینت شما رو اذیت بکنه، ولی خب الکتروژاینت هم اگر از کالکتور درست استفاده بکنید رو فقط میتونید بزنید و ترکیبی نیست که نشه زدش. خب اینجا بچه خیلی تمیز دفاع کردیم و چه جالب 3 تا 6 666 و چه سخت تلفظ سختی 666 نه درست گفتم از تاورمون موند و یک کالکتور بذاریم بچه ها تمومه. یک کالکتور بچه ها میذاریم و آماده میشیم برای سایکل کردن. خب 6 تا اکسیر رو به گا داد و
فقط بچه‌ها سایکل میکنیم تا تکامل اسکلت و تکامل خفاش بیاد روی دستمون. یه نکته رو بگم بچه‌ها، چرا میگم ترکیب الکترو جاینت میشه زد؟ به این خاطر که کافیه شما تورنادو رو از حریف بگیری و از تکامل اسکلت استفاده کنی، تمومه. بچه‌ها الکترو جاینت اینو خیار میزنه و پشمان این کسکش هم ماتریکس خارج شدش ترکیب کوفی چه پکار نمیشه ترکیبش و جالبه واقعا ترکیبش و یه از اون ترکیب خیلی سیکیم خیاریه. خب بچه اینجا سریع تکامل اسکلت و تیر روی دست، تیر 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 حدسش رو میزدم چون میدونستم که نمیتونه سایکل کنه که انگار تورنادو رو استفاده کنه و حدس میزدم که خفاشا رو بنه. سریع بچه ها تموم. آخ دریوس الان تورنادو رو گذاشت ولی اشکال نداره، سریع خفاش میندازیم تا از ابیلیتی اسکلتون کینگ استفاده کنیم چون هیچ کارتی نداره برای گرفتن اسکلتون کینگ و حالا وقت زدن ابیلیتی اسکلتون کینگ و تمام. یه دونه تیر و به همین زیبایی رفت. به همین زیبایی ببینید که چطوری حریفو کردیم تو قوطی. نایت فیش از عقب پشمان فکر نمی‌کردم میخواد خایه کنه و از این لاین راش بده و همچین بدم نشد. یه دونه تیر بابا بنز. تموم بچه تموم. یه تکامل اسکلت مادرت دایده است و ای جان چه تورنادوی خوبی زدی و بریم اصلا سه کنیم که دیگه از این گندگوزی ها نکنی و خیلی راحت خیلی ایزی. ببینید که چقدر این ترکیب بچه ها نویسیه واقعا هیچ چیز خاصی نداره. حریفاتون رو با چش بسته سه کنید. یعنی واقعا بچه ها میگم من با این ترکیب هم گرنده چالش هم کلاسیک چالش بدون باخت تموم کردم، ویدیوهاشو گذاشتم. اگه برید ویدیو قدیم رو نگاه کنید اون ویدیو هم تامنیلش فکر میکنم نو اسکیل ترین ترکیب باشه و گالم اکسیری توی تامنیل باشه. برید اگه نگاه بکنید خودتون متوجه میشید و میبینید و ببینید که چقدر ایزی با این ترکیب میشه با چش بسته چالش و گلوبال تورنمنت تو این داستانا رو کامل کرد. و گفتم کارت کلیدی تو این ترکیب بچه همین دوتا کارت تکاملی و از طرفی هم کالکتور توی یه دقیقه اول هستش. این هم فقط مچ 4 و بریم پرقدرت برای مچ 5 کلاسیک چالش. امیدوارم تا به اینجا لذت برده باشید. اگر خوشتون اومده رفقا ممنون میشم همین الان ویدیو رو لایکش کنید و اگر چنل رو سابسکرایب ندارید ممنون میشم که چنل رو ساب کنید. خب بچه ها اسکلت رو اینجا سریع میذاریم برای والویکر و سریع از این طرف یه دونه نایت ویچ لاین مخالف اسکلتون کینگ برای دو طرفه کردن. ترکیبش بچه ها باید ببینیم کدوم ورژن ماینر سایکله و تسلا داره بومتاور داره چی داره. به احتمالا باید زد باشه بومتاور داشته باشه و اگه تسلا داشته باشه که اصلا با چش بسته البته فکر کنم نداشته باشه همون چیزم و او زپ و زد ننش گاییده است زپ و زد و او پشمان بچه ترکیب مگانایت هستش و آجی این ترکیب برای مگانایت زده بچه ها فکر نکنید مگانایت زده این زده مگانایت. الان کالکتور رو من بکارم ننش گاییده است. الان اینجا رو دقت کنید اسکلت واسه ماینر یه دونه دو طرفه هیلر برای مگانایت این طرف هم دو تا اکسیر از والویکر و دو تا اکسیر برای خفاش بگاه داد و الان اکسیر هیچی نداره بچه خالی و الان کونش پاره است الان داره گندگوزی میکنه ایموت اینطوری میده سبک الان ننشو نگاه و بچه دو طرفه رو ببینید چقدر خوشگل. یه نایت ویچ یه دونه اسکلتون کینگ. فقط الان ببینید من چطوری ننه اینو میارم جلو چشش. فقط نگاه کنید یه دونه بچه گالم اکسیری خفاش از وسط اسکلت تکامل از وسط و تمام هیچ گویی دیگه نمیتونه بکنه. الان ننش گویی است و یه دونه نایت ویچ دیگه و تمام به همین زیبایی بچه. اینم یه گالم اکسیری از وسط. گفتم بچه دو طرفه اینطوری باید دو طرفه کنید. یه کالکتور بکاری تمومه. یه کالکتور بکاری حریف اکسی کم میاره. بچه این نکته دیگه هم راجع به این ترکیب بهتون آموزش بدم اینه که زیاد به بند این که توبرت دست دادید نباشید. اگر دیدید مثلا داره یه حمله سنگین میکنه ولی عوضش یه موقعیت بهتون میده که بتونید سهش کنید
ریسکو بکنید. مثل همین الان خب من میدونستم که تکامل والبریکر رو میندازه، خفاش رو میندازه و یه دمیج 2000 تایی به تاورم میزنه، ولی خب چی کیرم هم نبود، گفتم اشکال نداره به تخمم اون 2000 تا رو بزن، من از این طرف خب من کونتو پاره میکنم آخر. و خب دیدید که خیلی ایزی تونستم سیو کنمش. و اینا از مچ پنجم بریم خیلی لاتی بچه ها برای مچ بعدی و خوشتون اومده اگه لایک نکنید از ما نیستید دیگه، لایک کنید انرژی بدید که خیلی عشقی. بریم برای مچ ششم. خب ببینیم کارت رو دستمون چطوریه. خب خدا رو شکر کارت کالکتور بعدیه، سریع سایکل میکنیم کالکتور بیا روی دست و حالا کالکتور خایمالی هم نکن، کیونت میذارم سب کن و ترکیب داداشمون چیه و سری خفاش برای اینکه کارت هواییه و هم برای سایکل کردن و بهترین کارت که میشه جلوی کارت نایت قرار داد قطعا خفاش بود. خب بچه‌ها نحوه دو طرفه کردن شما فقط دقت کنید. ترکیب حریف احتمالاً باید ایکسپو باشه دیگه، یا شاید هم حالا ترکیب هوگ معلوم نیست، ولی شما دو طرفه خب ایکسپو ننت گاید است. با البته ایکسپو ضد این ترکیبا، ولی خب الان شما دقت کنید ایکسی کم میاره چون فایر رو ازش گرفتم و الوار هم استفاده کردم. حالا ایلیدین رو بزنم با کیر منو دیگه. الان تمومه تموم 3 شد و ایزی به همین راحتی ترکیب فولزد یادم شد بچه اینو بگم، ترکیب ایکسپو زدیم، ترکیب ایکسپو هوک سایکل و ترکیب ماینر سایکلی که بهتون گفتم، یعنی ماینر پوزل و بومتابه. برای این ترکیب بچه خورده زدم، واسه همین گفتم این ترکیب که تاپ لده زیاد جواب نیست، ولی واسه گرند چالش، کلاسیک چالش، گلوبال تورنمنت، چالش این داستانا جوابه. و دیدید که با یه حمله بچه همچین ترکیب فولزدی رو من سه کردم و خیلی ایزی، واقعا اسکیل خاصی نمیخواد خرج کنید، یعنی تنها اسکیلش اینه که یه دست روی تخمای مبارک بذارید، یه دست هم روی گوشی بگیرید و فقط کارت بریزید دیگه، چیز خاصی هم نمیخواد. حالا اگه این وسط نتتون هم رفت کیرتون هم نباشه چون 100% شما بازی رو سه کردید و این ترکیب همچین خاصیتی داره دیگه. حالا مثلا اگه ترکیب بالون سایکل بود کونت پاره بود، یعنی هم کافی بود نتت یه جا لگ میزد، هم لگ میزد کونت پاره بود، بعد قشنگ چی میگم با هم سر میرفتی تو گو، یعنی در این حد نت مهمه و تو این ترکیب خدا رو شکر همچین چیزی خبرایی نیست. بریم بچه برای مچ آخر و امیدوارم تا به اینجا لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه، حمایت یادتون نشه و کامنت حتما نظراتتون رو واسم کامنت کنید، دوست دارم بدونم نظراتتون چیه راجع به این ترکیب، راجع به انتقاد، پیشنهاد هرچی. و خلاصه که خیلی عشق دیگه بریم که مچ آخرم با هم داشته باشیم و دو طرفه کردن شما فقط نگاه کنید چجوری من کون اینا میذارم، دو طرفه میکنم کونش میذارم و تمام. خب اینجا سریع یه دونه اسکلت برای هوک به خاطر اینکه زودتر هوک بمیره و اسکلتون کیو بیاد جلو و ترکیب هوک سایکل هم خوردیم، ترکیب ضدیه. خب هوک سایکل بچه‌ها راحت میتونه دفاع کنه، ترکیبی که الان دارید باش می‌بینید و خب الوا رو استفاده کرد و اگه ابیلیتی اسکلتون کینگو میزدم چون دو طرفه بود و ماسکیتر هم بود 3 تا چیز میشد و اسکلتا به گام میرفتن و از اون طرف هم اکسیت توی دفاع کم می آوردن و سخت میشد، برای همین ابیلیتی رو نزدم. ولی الان کالکتر رو میکنم که کونت پارشه. البته میدونم که الان فایر رو 100% میزنی و حالا فکر کنم 4 تا اکسی شد، حالا فایربال رو زد و الان احتمالاً یه دونه اکسیر داره و کونت پاره است، یعنی همین میتونم بگم کونت پاره است و حالا وقت دو طرفه کردنه. باید بچه از صدام اکسیر استفاده کنی، تمومه بازی مال خودت، اصلا شک نکن. خب یه خورده بچه صبر میکنیم اکسیر پر بشه، کارتا بیان جلوتر، سریع خفاش تکامل اسکلت برای دو طرفه کردن، یه نایتریچ پشت، دقت کنید نایتریچ پشت، چرا پشت این اسکیش چی بود گالم اکسیری نذاشتم، به این خاطر که خب اون بیناموس چیزو چی میگم ماسکیتو رو گذاشته و اینجا نتم هم رفت، ولی خب باز خدا رو شکر. و ببینید که خفاش تکامل چه میکنه خفاش تکامل. و بچه این کارت اسپل نداره، باید مراقب باشید
کیرتون نکنه حریف ازتون تاور بگیره، بعد خیلی مراقب باشید. و تنها نقطه ضعف این ترکیب هم اینه که اسپل نداره، ولی خب الان کونت پاره است، الان همچی پشتم کارتون رو پر بکنم که نتونی جمعش کنی. سریع یه دونه نایت ویچ اسکلت از لاین مخالف و ببینید این نایت ویچ اسکلت از لاین مخالف چه میکنه. کل تمرکزش الان روی این لاینه بچه، شک نکنید. و یه دونه گالم اکسیر دیگه از این لاین و تمام زدمش بچه ها، زدمش. و چقدر زیبا چی بگم، خدا وکیلی دیگه چی بگم. فول زد دارم ببینید میشه زد با این ترکیب. این ترکیب فوق العاده است. گفتم دیگه این ترکیب واقعا خیلی خاصیت داره برای چالش و مالنج این داستانا. این ترکیب به نظر من ترکیبه که رو دست نداره و ناموسم با این درخواست چالش ما رو سوراخ کردید. خدا وکیلی بچه درخواست ندید، دارم ویدیو میگیرم وقت نیست و بازی با سابسکرایبر رو رفقا بازم واسهتون میذارم. خودتون میدونید من هر سیزن 2-3 ویدیو من فقط بازی با سابسکرایبر میذارم و کلن میزنم، میگم همتون میایید باهاتون پلی میدم، نکات مثبت و منفی ترکیباتون رو میگم و بذارید بازی ها رو واسه اون موقع دیگه. اون موقع باز روی جفت تخم چشام حتما دوباره باز زمانش بهتون میگم و بیایید با هم پلی بدیم و ببینیم بازیتون در چه پیشرفت کرده. و اینم از ویدیو امروز رفقا، و امیدوارم که از این ترکیب نو اسکیلی که بهتون معرفی کردم خوشتون اومده باشه و از گیم پلی این ترکیب لذت برده باشید و از نکاتی که راجع به این ترکیب گفتم به دردتون خورده باشه. این ترکیب بچه‌ها واقعا ترکیب نو اسکیلی، اصلا هیچ شکی توش نیست. دیدید که هیچ اسکیل خاصی نمیخواست، واقعا هیچ اسکیل خاصی نیاز نداشت و شما خیلی راحت میتونستی دست رو تخمات بذاری و بازی رو ببری و این از خاصیت این ترکیب بود و من خودم از این ترکیب واقعا بعضی موقع خیلی استفاده میکنم و ترکیب به درد بخوری هم هست. این هم فقط از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک ویدیوهاتون نشه، چنل رو حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم، عشقید و تا ویدیو بعدی رفقا، یا علی.